آقا امروز یه دستگاه 1320 اومده واسه تعمیر که مشکل گیر کاغذ داشت. اکثر این دستگاه باید حداقل 6 ماه یه بار سرویس بشن که حالا این کاربرمون خیلی به فکر دستگاه بوده. 6 ماه یعنی 6 ساله بکنم دستگاه سرویس نشده و کاغذ گیر میکرد توی دستگاه و کاغذ درست نمیکشید. ما فیلم فیوزینگش رو تعویض کردیم، پرس دستگاه رو تعویض کردیم که پرسش ترکیده بود، اصلا کاغذ میومد توش گیر میکرد. این فیوزینگ کامل جمع شده است، الان میخوایم نصبش بکنیم. اکثر این دستگاه ها چون قدیمی شدن و قطعاتش مستهلک شدن، بهتر این که حالا 6 ماه یه بار 5 ماه یه بار این دستگاه ها سرویس بشن. اینجورم که میبینید ما هم باد گرفتیم، لیزر دستگاه رو سرویس کردیم، تمام قطعات مصرفیشو با مشورت خود مشتری تعویض کردیم و الان هم دستگاه داره جمع میشه که آماده بشه واسه سلفون کردم. اتمام کار یه تستم بگیریم به چه صورت. این صدا هم میشد گرفته بشه، ولی خب خود مشتری گفت که فقط میخوام برای یه چاپ ساده بگیرم ازش. ما هم اطاعت هم کردیم. این هم کیفیت چاپ هم پاک نمیشه اصلا. اوکی.